دوستان عزیز درود. این نشر نوبتی برنامه سیاره ورزشی است. پیرامون مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان و این نوبت ما قرار کردیم در مورد مهمترین جزئیات گرند اسلم تاشکند 2023 حرف زنیم و مخصوص برای شرح و توضیح اساسی ترین رقابت ها با اشتراک ورزشکاران تاجیک ما دعوت کردیم شورای رقابت های جودو و گوشتنی ملی مراد علی تشهزاده را به استودیوی مرکزی تلویزیون ورزش. خوش آمدید که دعوت ما را قبول کردید. چون انانا سرآغاز صحبت ما سوژه تهیه کرده همکاران را تماشا میکنیم و بعدا صحبت را ادامه میدهیم. رقابت‌های تاشکند گرند اسلم 2023 که در دایره سیر جودوی جهانی از 5 تا 7 مارس ادامه یافت 384 ورزشکار 205 مرد 179 زن را از 52 دولت با هم متحد کرد. کشور ما را در رقابت‌های تاشکند 2023 13 جودوکار 11 مرد و 2 زن نمایندگی نمودند. طبق نتیجه قرعه‌کشی در روز اول برگزاری مسابقه زیر وزن تا 48 کیلوگرم جودوبانوی کشور شکرانه کارچه و در دور اول با جودوکار 20 ساله میزبان فاطمه خان تورسونبویه و نیروسنجی نموده دچار شکست گردید. شاهد قلندر و باشد زیر وزن تا 57 کیلوگرم در دور اول با جودوکار 22 ساله قزاق بالنور پورمانبای مبارزه برده به پیروزی رسید. در دور دوم مقابل مامو تاماوکی ژاپنی تا به آخر مبارزه برد لیکن ناکام گردید. در میان مردان محمد صالح قواتوف در وزن تا 60 کیلوگرم در دور اول جودوکار قرغیز کادزیوبک جونبکوف را شکست داده در دور دوم از دلشودبک баротови узбек مغلوب گردید. در همین وزن جودوکار دیگر کشور شعباز سعید ابرارов جودوکار تازه‌کار قرغیز اربول عباسبکوف را شکست داد، اما در دور دوم با جودوکار میزبان سردار نورعلیев زورش نرسید و از ادامه رقابت‌ها بنصیب ماند. جودوکار جوان و امیدبخش کشور و قهرمان جهان میان جوانان در وزن تا 66 کیلو امامعلی نورعلی باشد در اولین رقابت خویش حکیم اگامامدوفی 24 ساله را از ترکمنستان ناکام نموده در دور دوم جودوکار میزبان بابور واجیف را در یک رقابت سخت و سنگین از سر راه دور کرد و به دور سوم راحت گرفت. در دور سوم امامعلی مقابل جودوکار فرانسوی ولید خیوار دست بالا شده در دور نیم نهایی جودوکار با مهارت ازبک موردین تیلاوف را شکست داد. در دور نهایی باشد امامعلی با سومی رقیب ازبکستانی خویش سردار نوریلایف 28 ساله برخورد نمود و در وقت طلایی توانست با امتیاز ایپان غالبیت به دست آورد. امامعلی نورعلی باشد با همین اولین مدال طلایش را در مسابقه‌های گرند اسلم به دست آورد. بهروز خوجازاده زیر وزن تا 73 کیلو توانست که در دور اول مقابل نریمان میرزایف اوزاری دست بالا شود. در دور دوم بهروز با نیل ستوم از شویتساریا کوب‌آزمایی کرد و با امتیاز ایپان مغلوب شد و از ادامه مسابقه بنصیب ماند. محمد شریف نجمیدینов زیر وزن تا 73 کیلو رقابت را در تاشکند گرند اسلم 2023 با پیروزی مقابل جودوکار 19 ساله ترکمنستان فرهاد نظرов آغاز کرد. در دور دوم باشد جودوکار کشور ما وقتی رقابت با مرادجان یولداشев از ازبکستان در نتیجه قرارهای شوکه‌آور داوران مغلوب گردیده در دور دوم رقابت‌ها را به انجام رسانید. قهرمان تاجیکستان زیر وزن تا 81 کیلو محمدجان عبدالجلیلزاده در مسابقه تاشکند گرند اسلم 2023 از خود درک داده نتوانست و در دور اول از جودوکار نوکار ازبک معروف خدیرov با 2 امتیاز وزر ناکام شده از ادامه مسابقه بنصیب ماند. جودوکار جوان و امیدبخش کشور سامان محمدبکوف زیر وزن تا 81 کیلوگرم در اولین رقابت خویش جودوکار مصری عبدالرحمن عبدالغنی را با اصول بوغی کردن شکست داد. در دور دوم سامان با یک امتیاز وزر مقابل سرگئی کریوچاچ از اوکراین دست بالا شده راهش را به دور چهارک نهایی هموار نمود. در دوره رقابت دور چهارک نهایی مقابل شراف‌الدین بولتابویف ازبک سامان توانست که طریق آگاهی سوم گرفتن رقیبش به دور نیم نهایی برآید. رقابت دور نیم نهایی مقابل نماینده کشور آستریا شامیل بارچاشویلی برای سامان با مغلوبیت خاتمه یافت، ولی بهر به دست آوردن نشان برنجی سامان آستریایی دیگر واچید بارچاشویلی را با یک امتیاز وزر شکست داده دومین نشان برنجی را در مسابقه‌های گرند اسلم صاحب شد. در روز آخر مسابقه تاشکند گرند اسلم 2023 تاجیکستان را 4 جودوکار معرفی کردند. کامراشای استوپیریان زیر وزن تا 90 کیلو در دور اول مقابل جودوکار ازبک اوزوربک مرادov با امتیاز وزر پیروزی به دست آورده در دور دوم بر جودوکار مصری علی حازم دست بالا گردید. رقابت چهارک نهایی مقابل گیوانی فریرا از برزیل نو بسته از فاولی خوسه کامراشا ورزشگر برزیلی در وقت طلایی امتیاز ایپان کرد و استوپیریان به دور تسلوبخش رفت. در دور تسلوبخش کامراشا با جودوکار
جودوکار ازبک جهانگیر محمد رحیمов قواوزمایی کرد. در این رقابت جودوکار 20 ساله ازبک توانست مقابل کامرانشاه ظفر یابد و برای رقابت برای نشان برنجی راه یابد. کامرانشاه یوسفپیریان باشد مسابقه را در مقام هفتم به انجام رسانید. جهانگیر مجیدов در وزن تا 90 کیلو در دور اول مقابل جودوکار برزیلی مارسلو گومز 22 ساله ظفر یافت، ولی در رقابت بعدی از کرمناب سگایپوی لبنانی دچار شکست گردید. ابراهیم جان المرادov زیر وزن جمعی 100 کیلو باشد در اولین رقابتش در 15 ثانیه از جودوکار گرجی گیلا زالاشویلی مواجه شکست شده از ادامه مسابقه بین‌نسل ماند. جودوکار ورزیده کشور زیر وزن جمعی 100 کیلو تیمور رحیمov باشد رقابت‌های خویش را در دور دوم مقابل اریک ابرامov از آلمان با غلبه آغاز کرده در دور سوم با مونیر ارتور از ترکیه در وقت طلایی با امتیاز وزر دستبالا شد. رقیب تیمور در نیمه نهایی تاتسورو سایتو 20 ساله از ژاپن باشد باز هم صد روی تیمور رحیمov شده. در مبارزه با گیلا زالاشویلی باشد جودوکار ما تیمور رحیمov با امتیاز ایپون مغلوب گردیده مقام پنجم را کسب کرد. پس از مسابقه تاشکند گراند اسلام 2023 در رده‌بندی فدراسیای بین‌المللی جودو تغییرات‌ها به عمل آمد. جودوکار سنگین وزن تاجیک تیمور رحیمov که تمام سال‌های اخیر در وزن خویش جودوکار رقم 1 جهان بود پس از این مسابقه موقعش را از دست داد و حالا با 1920 امتیاز در وزن جمعی 100 کیلو در مقام دوم موقع گرفت. تاتسورو سایتو ژاپنی باشد با کسب 1950 امتیاز حالا میان سنگین وزن‌ها بهترین جودوکار جهان است. جودوکار جوان و امیدبخش کشور امامعلی نورعلی که پیش از مسابقه تاشکند گراند اسلام 2023 در موقع 20 رده‌بندی جودوی جهان زیر وزن تا 66 کیلو مسکن گرفته بود بعد به دست آوردن نشان زرین مسابقه در تاشکند گراند اسلام 2023 به زینه هفتم برآمد. سوالی نخستم مرادعلی در مورد آن است که برای شفای درد مزمن یا به قول درد کرونیکی جودوی بانوان که نامش باخت است به نظر شما چند سال دیگر ضرور است تا که آنها هم تجربه گیرند و به مثال دیالا کلدیار و نفر چهارمی وزن تا 52 کیلوگرم و ابیبا ابوجاکین و نفر چهارمی وزن تا 48 کیلوگرم در میان جایزه‌داران قرار گیرند و ما هم در مثال جودوکاران مرد خود از جودوکاران بانوان هم افتخار کرده توانیم. سپاس. البته سوال خوب پیشنهاد کردید درباره پیروزی های بانوان شما سخن کردید. ما قبلا اگر در مصاحبه های یا شهرهایی که ما در آنجا پهلوانان کشور بودند از به بانوان سخن میکردیم میگفتیم کدام روز میرسد اما روز فرا میرسد که یعنی بانوان تاجیک هم در همین روی تاتمی جهانی گشتین گیرند. امروز الکی شماره کم هم باشد بانوان به میدان نبرد برآمدن. من فکر میکنم بعد از این قدر توقفی که بانوان داشتند حالا اکنون برای بانوان اگر بگوییم که اینها بانوان کم تجربه هم نیستند، اونها بانوانی هستند که من جمله 2 نفری که در اونجا اشتراک کردند هر دو بانو در مسابقه های قبلی هم شرکت کردند ولی هنوز هم برای پیدا کردن چهره های جدید من فکر میکنم برای بانوان باید چهره های جدید هم پیدا شوند چون که الکی برای این دو بانوی ما یک روش گشتین گرفتن یا همون یک مقام گشتین گرفتن فکر میکنم زینه های اول باشد و شاید روزی رسد آنها هم مقام دار شوند ولی باز هم برای خوب اگر از دستاورد بگیم باید چهره های نو یا چهره های جدید باید جلب شوند. این روزها شاید فرا رسد. بسیارتر برای من و هواداران نمودی رشته جودو خودی برآمد همین شهباز سیدابروروف جالب است که چرا برآمد همین ورزشگر به مثال نیروی برق قشلاق ما با یک بارگی خاموش شد و دیگر در نگرفت و قبل گیریم سویت قشلاق ما چخیلی که مرد دیگر پیدا نشد. چرا؟ چون این طور شد که امیدهای یک باره درخشیدن و خاموش شدن این ورزشگر رو شما در چی میبینید؟ اگر با کارنامه اکثر هم پهلوانان ما نظر افکنیم میبینیم که در اول پهلوانان ما خیلی فعال هستند. مثلا خواجه‌زاده بهروز یکی از چهره‌های خیلی نمایان بود که حتی در قهرمانی جهان برای جای سوم مبارزه می‌برد. ولی یک باره خواجه‌زاده بهروز ببینید که الان با اون موضوع هم شاید رسیم انا همین است که امروز شهباز سیدابروروف که در گراند اسلام مقام سوم رو کسب کرده بود در اون گراند اسلامی که خیلی رقیبان پرقوت بودن ما یک باره سر و صدا بلند کردیم که شهباز آینده درخشان دارد و در چمپیونات تاجیکستان هم در مقام دوم قرار گرفتنش بر مقابل رقیب ارزشمندش امامعلی نورعلی مبارزه برد برای به دست آوردن نشان طلا
баъзан паҳлавонон медонед чи аст имомбек дар ватан хуб гӯштин мегиранд вале берун аз кишвар рафта аз чӣ бошад ки дарҳол шикаст мехӯранд ва ман дар асл аз Шаҳбоз аксаран боварӣ доштанд вало ҳоло Шаҳбоз чанд мусобиқоте ки меравад рӯ ба бохт аст фикр мекунам инро бояд мураббиён хубтар доранд аз ки аз ҳоли онҳо бахабар ҳастанд ки чӣ гуна аст. хуб акнун мегузарем ба сухан сари сарфарозӣ ифтихор ва варақкардон шудани саҳифаи нави таърихӣ дар ҷудои меҳан. боз ҳам як нафаре дигар тиллодор шуд, соҳиби медали тилло гардид дар баробари Тимур Раимов. Ин Нуралӣ Эмомалӣ аст ки ба якборӣ тавонист се ҳарифи кишвари мизбонро шикаст диҳад. хуб инҷо албатта бисёриҳо мегӯянд аз маҳорату истеъдоди ин варзишгар, валекин ман фикр мекунам барои таҳлили вазъ он тарафи медалро бояд як бори дигар рӯ гардонд. ман ҳамин хел ба шумо суол мегузорам ки бубинед вобаста ба наздикшавии бозиҳои тобистонаи олимпии Париж 2024 он нафарони ҷудокори маъруфу соҳибмартабаам оҳиста оҳиста вориди сабқат шудан мегиранд ва бубинед агар ки мо бигирем нафарони аввали радамандӣ ба мисоли Денис Веру, Хуфим Абе ва худи ҳамон Важа Маргилашвили Гурҷӣ агар дар ҳамин рақобатҳо ширкат варзанд дар оянда, ба назари шумо Нуралӣ Эмомалӣ тайёр аст ки бо ҳаминҳо ҳам ҳамин хел бо муваффақият рақобат кунаду дар шоҳсуфаи зафар қарор бигирад? ман гуфта метавонам ки агар бо ҳамин қуввае ки имрӯз бо ҳамин тактика ва техникае ки Эмомалӣ Нуралӣ дорад ва ҳатто дар қаҳрамони ҷаҳони усола ҳам нишон дода буд бар муқобили рақиби ҷопонӣ ки чун шоиста мубориза мебурд ва мактаби гӯштини ҷудои Ӯзбекистон, чун шумо боло қайд кардед гуфтед ки се рақиб яке якбора ӯзбек буданд. мактаби ҷудои Ӯзбекистон ҳоло баробар анқариб ба ҳамон мактаби ҷопону Корея шудааст ва шикасти рақибони ӯзбек ва ҳатто аз ҷониби коршиносони Федератсияи ҷаҳонӣ гӯштини ҷудо паҳлавони мо хеле баҳс шуд ки яъне шоиста. Агар мо ба он ки ин масъала равем дар набардҳои Эмомалӣ Нуралӣ агар назар афканем, махсусан бо рақибони ӯзбекаш хеле сар гардан боло буд. Махсусан Хиярк яке аз паҳлавонони маҳбуб ва болотар аст ки паҳлавони фаронсавӣ ҳам мубориза бурд. Майлаш ин аз паҳлавонони ӯзбек не ҳар ғоте ки бубинанд ҳар навбате ки агар камар медошт рақибон ба умед буданд. Мактаби камарбандии ҷудои Ӯзбекистон хеле пурқувват аст. Дилхоҳ нафаре ки бияд, ман аксаран паҳлавонони ӯзбек дар камар доштан бисёр қавӣ ҳастанд, вале ягона паҳлавоне ки ман дидам дар ҳолати камар бастан, ҳамин ҳолатро ҳам тамошо кунед ки баръаксуламал бар амали рақиб буд, ҳамин партофтои Эмомалӣ Нуралӣ буд ки вай техникаи тактикаи ба қавли дигар ҳамон афтодани рақибро бар муқобили ҳамон камар доштан хуб ба кор мебурд. Акнун ҳоло баъзан ҳолатҳо мо хуб мегӯем, баъзан мебинем боз хуб нохуб мешавад, вале агар ҳамин равише ки Эмомалӣ Нуралӣ дорад, ман боварӣ дорам ки ояндаи хобон ӯро интизор аст. сабабҳои аслии ҳамин хуб будану нохуб шудан дар чӣ бошад? Ин аз як ҷониб худи ҳамон ба қавле бардор кардани ҳамин варзишгарону ба арши осмон расондани онҳо бошад ки як дарди ситорави онҳоро интизор мешавад ва мувоҷиҳ ба ҳамин дард мешаванд, ё ки умуман инҷо вобаста ба шарту шароитҳо ва омодагии варзишгар чунин тақдирҳои талхе ба мисоле ки умуман аз нигоҳи оморои манфӣ доштани Шаҳбоз Саидаброро мо мебинем. бисёр саволи хуб пешниҳод кардед Имомбек. Ман дар бораи он гуфтед ки оё ду сабаб гуфтед, ё ин ки ситора шудан аст, ё ин ки тамринҳо камтар аст ки баъдан мо аз хуб ба нохуб меравем. Ман фикр мекунам ва аниқ медонам ки имрӯз аз Федератсияи ҷудои меҳан ки қаблан бубинед чӣ гуна мушкилиҳо доштанд варзишгарони мо. Имрӯз ки аз ҷониби Федератсияи ҷудои кишвар машқҳои дастаҷамӣ бо ҳам оварданд, ҳатто ҳама сафарбар карданд ва дар ин мақом тарбия карданд, вале аз чӣ бошад ки ман танҳо ҷудокорони кишварона мегӯям, аксаран варзишгарони маҳбуби мо ки муваффақ мешаванд, баъд аз он ситора ба қавли дигар мешаванд, вале мутаассифона ин манманӣ он қадар дуру дароз намеравад ва аксаран шояд дигар рақибонро рақиб эҳсос намекунанд, шояд дар нодида мегиранд дар мусобиқаҳо. Мухталиф намуди варзиш аст. Аксаран ки меоем ҳатто бо мо сухан намекунанд, ҳатто ки вазифаи ҷонӣ аст, вай онҳо сар дар осмон аст. пеши роҳи инро бояд гирифт. Бале агар Имомбек агар ба гӯштини умуман ба гӯштини ҷудоам агар ба сарчашма ва ҷигаро кано навишта буд, агар сарчашмаро паҳлавонони мо як варақ гардонанд, дар он ҷо гуфтааст ки
جودو این راهی نرمی، راهی مهربانی، راهی عدالت، راهی انتظام بله در مقام اول میستد. باید پهلوان از او که قهرمان جهان است یا برنده مدال طلا است یا دیگر و دیگر است، حتی قهرمان المپیک است، باید او اول انتظام داشته باشد، برای دیگران نمونه باشد، مخصوصا برای تالار نمونه باشد تا اینکه دیگران از او عبرت گیرند. باشد که چنین ورزشکاران معروف و چنین ورزشکاران موفق در کشور بیشتر شوند. ولی میگذاریم و صحبت سری رقابت‌ها در وزن تا 73 کیلوگرم. ببینید محمد شریف نجم‌الدینov پهلوان شناخته‌ای که معروف با لقب خرس است در چمپیونات‌های داخلی بسیار هم خرسانه رقابت می‌کند و رقیب اولش هم به طور خرسانه رقیب ترکمن را یک سپردافت. ولیکن مقابل پهلوان ازبک هیچ به خرس مانند نبود. پنجه و چنگال نرم شد، هیچ به خرس مانندی نداشت، چگونه که دیگر بود. خوب می‌خواستم ببینم که اینجا بفهمم از نگاه شما که اینجا پهلوانان ازبک سختند و پرقوتند یا که گپ در سر مشکل در سر مهارت پهلوانان داخل است؟ در اصل باز هم تکرار با همون پیشتر میگم که هستند پهلوانانی که در اینجا رقم یک هستند، چی در گشتینی سامبو بیشتر. حالا خوب شده است یک ورزشکار در یک سمت است، یا گشتینی جدا است یا گشتینی ملی است یا گشتینی سامبو. ولی من خرس رو همون خرس میبینم این شاید شما فکر کنید نه حتی من او رو قهرمان دیدم در وزن زیر 73 کیلو. اگر همون این بر مقابل نظرف نه این ترکمن برای خرس به قول شما خرسانه یک صورت. بله خب اما من میخواستم که مبارزه او رو بر مقابل رقیب ازبکش بینیم. باور کنید من همون وزری که پرتاف بود خرسانه مبارزه بود، ولی من دائما با رمزی شمیرف در همین موضوع بحث میکردم که بعضا داوران طرفداری میکنن، حتی همین گشتین جدا است، رقم یک گشتین است، ولی رقابت های مقدماتی همین سر میشود که قسمت های فینالی کمتر است، ولی در رقابت های مقدماتی خواهی نخواهی میزبانان طرفداری میکنن. یعنی شما مشکل را در اینجا در کار داوران میبینید؟ من در اینجا 100% من خرس رو خرسانه دیدم. در وزن 81 کیلوگرم بیاید صحبت کنیم. اگر که ما اینجا اشتباهی داوران، کار ضعیفی داوران را دیدیم، البته اینجا ناعدالتی نسبتی ورزشکار ما و طرفداری جانبی ورزشکار میزبان یک چیزی عنعنوی هم باشد. بیایید در وزن 81 کیلوگرم تا 81 کیلوگرم ببینید در چمپیونات جودوی تاجیکستان عبدالجلیل زاده قهرمان گردید، ولی ببینید در تاشکند هیچ به قهرمانیش مانند نبود. در اینجا چی علت است؟ یا اینجا هم داوران کاری وظیفه کردند؟ نه، در نبرد محمد جان عبدالجلیل زاده من یگان اشتباه داوران خارجی را ندیدم. براستی ببینید خود را حتی همین پهلوان ما خدیر فوق قدر پهلوان محبوب در ازبکستان هم محبوب، یعنی نامدار هم نیست، ولی من از چی باشد که عبدالجلیلوف پیوست در مقابل رقیب خیلی ضعیف بود. در اصل این بشبه هست، من اینو ایکول کردن نمیتونم، از نگاه منم همچه یک شورشه بینندم، ولی ما یک اصول زیبای سر کتفی که عبدالجلیلوف داشت، ولی متاسفانه که در همین گرانسلام لااقل یک بار کوشش برای سرکیت نکرد، حالا که این سرکیت رو در تاجیکستان خیلی شایسته و خوب میکند. علت در چی باشد که پروگرس نه و به قول رگرس شده ایستاده است؟ عزت خدایف مربی عبدالجلیلوف است، شاید خوبتر دارد که اما در مشق‌های دست جمعی بود و رقم یکی وزن زیر 81 کیلو بود، باید خوبتر دارن، ولی متاسفانه در اصل بله با قول شما هم درست گفتید که یعنی حالا هستن پهلوانانی که دائما رقم یک هستند. شاید عبدالجلیلوف آینده هم رقم یک شود در تاجیکستان، ولی با این شکل یا با این تکنیک گشتین گرفتن در مقیاس جهان فکر میکنم برای کمتر است. بله امیدوار هستیم که رقم یک شدن میتواند، ولی نه با چنین اصول و چنین رقابت‌ها در تتامی. بیایید در مورد نماینده دیگری تاجیکستان در وزن تا 81 کیلوگرم سخن این سامان محمدبکوف است که در قیاس بر رقابت‌های دیگر به قول پروگرس نشان داده است. ببینید بیایید ببینیم که سامان مقابل دو بارچشویلی دو رقابت مختلف نشان داد، یکی اش را شکست داد، از یکی مغلوب شد. به فکر شما در آینده مهارت کسبی خود را، یعنی که حالت جسمانی خود را خوبتر کردن میتواند این به همون مانند است، یعنی که این آن را نشان میدهد که دستاوردهای این نفر آهسته آهسته باز هم برمیگردند با اون آمارهای بهتر و بهتر؟
برای هنرنمایی سامان محمدبکov وقتی که در وزن زیر 73 کیلو گوشتین میگرفت در قهرمانی جهانی سال 2019 بود، با فکرم برای جای سیم گوشتین گرفته بود در یک جایگی با خواجه‌زاده بهروز. همون دوران درخش هر دو پهلوان در وزن زیر 73 کیلو بود. بعدا سامان محمدبکov باز گوشتین خوب گرفت، ولی متاسفانه در مسابقه های بعد از همون قهرمانی جهان پیهم رو به خاموشی رفت و دوباره اکنون وزن عوض کرد، در وزن زیر 81 کیلو اولو برآمد میکند و در وزن زیر 81 کیلو سامان محمدبکov، هرچند که مخلصان میگوید که سامان پرتاب ندارد، اما پرتاب نداشتن بسیار جلوکارانمون را همین خیلی دور میکنند ولی که پرتاب ندارد. ولی امروز جدای امروزه معاصر میدونه چرا طلب میکند؟ حتی در حالتایی است که از پرتاب دیده باید با تفکر باید کار کرد. امروز از جهت عقلی باید عقلی ذهنی باید کار برد. من فکر میکنم سامان اکنون برگشته است و همین کارو در مقابل پهلوان گرجی نژادان، هرچند که از دیگر کشورها برآمد کنند، برادران بارچشویلی ها، اینها رو ببینید یکی قصاص گرفت، یکی باخت و از دیگر قصاص گرفت برای جای سوم، ولی مبارزه‌اش خوب بود. این نوبت سامان با کلی فرق داشت از گوشتین‌های پیشترش. در مورد کامران شاه هم باید حرف زد. ببینید باز هم نزدیک شد به مدال ولیکن به مدال موند. خب رقابت‌های کامران شاه و استوپیریان رو شما چگونه میتوانید بهاگذاری کنید در حالی که مقابل رقیب برزیلیاش اندک فرصت‌های موندگی بود که به پیروزی رسید، ولی متاسفانه باز هم نتیجه منفی به بار آمد و نه در زینه پنجم حتی در زینه هفتم اخیراً قرار گرفت. خب اینجا چگونه شرح و توضیحات است؟ اینجا غروبی مسند ورزشی است یا یگان عامل دیگر؟ من بارها میگویم که برای وقتی که کامران شاه، من بیشتر مخلص کامران شاه بودم، نوبسته از اون که حالا باخت است. من میدونم که سر شمارترین یا از همه جایزه ترین زیادتر در گوشتین جدا کامران شاه دارد. 2 مراتب عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورده است، از گران پری نشان طلا دارد، نه یک تا 2 تا 3 تا، بلکه از گرند اسلم، همین گرند اسلم از مسترز هم مبارزه خوب برده است برای جای پنج، حتی در قهرمانی جهانی گوشتین جدا. ولی من بارها میگویم که 30 سال، ولی کامران شاه وقتی که روبرو میشم میگوید که از کجا 30 سال تشریف، من والا جوان هستم، مثلا من گوشتین میگیرم، ولی خواهی نخواهی 30 سال هم نقش میبازد در گوشتین. من فکر میکنم سامان کامران شاه استوپیریان علاقه وظیفه‌ای که اساسی بود اجرا کرده است، اکنون اجرا کرده است گوشتین جدا رو و فکر میکنم در آینده مربی خوب خواهد شد و حالا هم در هیئت منتخب است. شاید همین بازی‌های المپی برای او از همه مهم باشد، چون که اشتراکچی بازی‌های المپی است 2 مرتبه و بعد از این مربی خوب کامران شاه تربیت میکند شاگردان خوب را. با چنین آمارهایی که دارد عین حال از نگاه شما در پاریس 2024 از این ورزشکار یگان چیز امید کردن ممکن است؟ مشکل است. پاسخ بسیار هم مشکل است. خوب پس بیایید به جمعی 100 کیلوگرم روان شویم. اینجا ببینید تیمور رحیموف به طور غیر انتظار، هرچند یگانه ورزشکاری بود که فقط با مدال برمیگشت، چی نقره بود چی برنجی بود، لیکن حتما مدال در گردن داشت، ولی اینجا به طور غیر انتظار حتی در مدال برنجی هم شکست خورد. باز همان پرابلم اساسی روبروی تیمور سایتو تاتسورو، ولی این نوبت برزمی گرجی که پیوسته از اون مغلوب شد، باز گرجی دیگر خرسنگ ناکامی دیگر پیش راش آمد. ببینید دچار یک مشکل شدن همه وقت این چی رو نشان میدهد؟ درست گفتید. ما قبلا میگفتیم که یگانه مانعی که بر مقابل تیمور رحیموف است این پهلوان گرجی است. حالا پهلوان ژاپنی بعد پیدا شد، بعداً باز پیدا شد یک گرجی جوان دیگر. شاید برای تیمور یک مکتب دیگر لازم باشد که اکنون تا این جایی که آمده است مربی به درجه عالی او رو تیار کرد. مربیان زیاد بودن برای تربیت، ما باید آنها رو هم فراموش نکنیم. خب هم در قهرمانی جهانی جوانان مدال به دست آوردنش مربیان شایسته بود، امروز هم مربی نو او رو تربیت میکنند. اما من فکر میکنم که برای تیمور حالا هم مکتب بزرگ، مربی بزرگتر لازم است. تیمور پهلوان قد بلند، قوا همه خوب است، اما در گوشتین جدا میان پهلوانان سنگین وزن از تکنیک دیده قوا مهمتر است. همچنان که تکنیک اجرا میکنن قوا هم ممکن است، چون که ببینید بر مقابل رقیب میتواند که پهلوان 150 170 کیلو مبارزه برد، هر یک چنگالی که میزند با او قوا در کار است. با این خاطر
من مربی هم نیستم، من حقوق هم شاید برای اون چیزی که مربی میدوند او را عموما ما نمیدونیم، چیزی که مربی میدوند. به هر حال چیزی که از نگاه ما است، تیمور رقم 1 هست، رقم 1 در سنگین وزن باقی ماند. ما هم امید داریم ما از تیمور حتی از بازی های المپی پاریس 2024 مدال انتظار هستیم. نه تنها ما، تمام مردم تاجیک، تمام تاجیکان جهان انتظار است. پس برای این تیمور باید همون ننگ و ناموس ملی، مربیان خوب تجربه دیان، فدراسیون جودو این کار با فکرم کار خوب میکند، میرسد. این امیدوارم که ورزشکاران نامدار و ورزشکاران مدالگیر به مثل تیمور رحیموف و نورعلی موملی در ما بیشتر میشوند و برای اشتراک در برنامه برای شما تشکر میگیم که در برنامه ما اشتراک کردید و بسیار رنگین کردید با تحلیل و بررسی مهمترین جزئیات های رقابت های ورزشکاران تاجیک در گرند اسلم تاشکند 2023. خوب دوستان عزیز، در برنامه ما اشتراک داشتند شورای نمودهای ورزش جودو و گوشتین ملی مرادعلی تشزاده و قابل قید است که ما از کشور ما با کسب زینه هفتم گرند اسلم تاشکند را ختم کرد و در این گرند اسلم تاشکند در سال 2023 جودوکاران ما توانستند یک مدال طلا، یک مدال برنجی، یک زینه پنجم و یک زینه هفتم را اشغال نمایند. این بود برنامه سیاره ورزش پیرامون اساس‌ترین رقابت‌های گرند اسلم تاشکند 2023 با اشتراک جودوکاران تاجیک. برنامه‌های دیگر تلویزیونی ورزش ادامه دارند. تنصیت و پیروز باشید.